خب دوستانی که تب سواب مشکل داشتن و اینکه میخواستن بدونن چیه جریان، از پایین سمت راست شروع میکنیم. استات که وضعیت بازی رو داره نشون میده، بازیکن‌ها چند نفر آنلاین زیاد مهم نیست. میریم دومی. تو قسمت بوست شما فول تانگو دارید، اینو بزنید یه بار دیگه ریچارج میشه. این قسمت این زرده باز پر میشه وقتی خالیشه. اینو بزنید روزی 3 بار میتونید اینو انجام بدید. قسمت سمت چپیش یه پاور قدرتی بهتون میده که اگه کلیک کنید رو سکه به جای قدرتی تر سکه براتون ماین میکنه. بعد اینکه قسمت پایین حالا مولتی تپ، من الان لول 12 اولی 300,000 تا میگیره تا من لول 13 کنه. 300,000 تا سکه. انرژی لیمیت 500,000 تا، گتید 500,000 تا میخواد تا منو بکنه لول 15. این همون انرژی که اون پایین پر میشه، اینو بزنی زودتر پر میشه. یعنی زده 500 تا انرژی بهت اضافه میکنه، این زودتر پر نمیکنه. بعد اینکه ریچارجینگ اسپید سومی رو من تموم کردم، مکس شده. رباتش هم خریدم، تموم شده. تو تبم که قسمت خود بازی تسک، اینجا مهمترین قسمتشه. اسپشیال اولی زده کانکت سولانا ولت. من ولتم رو کانکت کردم. برای اینکه بتونید به ولت کانکت کنید باید حتما فانتوم ولت رو از گوگل پلی دانلود کنید. دانلود کردید، کاراش انجام دادید، بیاید اینجا اوپن رو بزنید، میره داخل رباتتون رو کانکت کنید به فانتوم ولت. به همین راحتی که انجام بدید بهتون 100,000 تا روارد میده. این قسمت دومیش هم که جویند تلگرام، اینو میزنی میری داخل تلگرامش، کانال تلگرامش وصل میشی. فالو ایکس همون توییترشه، اینو بزنی توییترش و ویزیت وبسایتش هم یه ویزیت میزنی و در مجموع این ستاره هم انجام بدی 200,000 تا بهت سکه میده. این 200,000 تا رو بهتون داد، میتونید برید داخل بوست ربات رو بخرید. رباتش خیلی ارزونه، 200,000 تاه. این ربات هر 12 ساعت 200,000 تا براتون ماین میکنه. یعنی شما در روز کلا 7 دقیقه تو این ربات کار دارید. به اینا میگن مینی اپ. به اینا که تو تلگرام اجرا میشه میگن مینی اپ. اون 7 دقیقه برای چی باید بیاین تو این ربات؟ اون 7 دقیقه برای این که بیاید این فول تانک و این تپینگ گرو 3 بار بزنید تو روز. حالا قسمت رفرال، این قسمت برای رفرال گیری دوستانتون هستش که حالا یه خورده اینترنت هم انگار کنده. خب اینجا که زده کپی اینوایت لینک، کپی میکنی لینک تو برای دوستات میفرستی. حالا برای چی باید بفرستیش؟ رفرال گیری خیلی مهمه، چنانچه بتونید رفرال بگیرید و دوستانتون کار کنن با این ربات، شما میتونید درصد بیشتری سکه ماین کنید. همین دیگه دوستان، چیز خاصی نداره. این ربات رو ماین کنید و یا علی ببینیم چیکاره.